قرض قراره که به دست نیازمند برسه، به دست خدا برسه، یعنی دست تو دست خداش، دست تو دست منبع ثروت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام خدمت همه شما عزیزان دارم. امروز میخوایم راجع به بحث قرض دادن صحبت بکنیم که آیا قرض دادن که یکی از قانون‌هایی است که در قرآن اومده، آیا قرض دادن درست هست یا نه؟ خیلی از صحبت‌ها را که گوش می‌دادم میگفتند که آقا قرض ندید، قرض نگیرید، نه قرض بدید نه قرض بگیرید. ولی در قرآن این حرفو نمیزنه. تو سوره حدید آیه 11 اومده که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. این یه آیه است از قرآن. در سوره بقره اومده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. در تفسیر این آیات و آیه های زیادی که در قرآن اومده اینه که کسی که قرض میده خداوند اون مبلغی رو که داده 18 برابر میکنه. یعنی این یک نوع ثروته. اگر باورهایی که هر روز داریم میگیم باورهامون رو تغییر بدیم، به اون توجه کنیم، یکی از باورهایی که تغییر باید بدیم اینه که آیا قرض دادن خوب است یا نه. در قرآن اومده خوبه و قرآن همیشه صادق بوده. انا لصادقون و کلمه کذبی در قرآن وجود نداره. پس ما اگر بخوایم که ثروتمند بشیم، یکی از راه اون قرض دادنه. یکی از دوستان میگفت من بعد که میشه خب خیلی ها پول ندارن، یه مقدار پول میزنم توی جیبم یا بهشون اعلام میکنم، میگم اگر کسی قرض خواست، پولی نیاز داره، بیاد من به اون میدم. و این یعنی رعایت قانون قرض دادن که در قرآن به اون اشاره شده. انشاءالله که ما با عمل کردن به قانونهای قرآن و خداوند و کائنات بتونیم یک زندگی سراسر خوبی و پربرکتی را داشته باشیم. متشکر و ممنونم. خدا حافظ همه شما.